تابو شکنی به خاطر که یک کاری هست که هیچ کس نمیپسنده. شده بودم یک زنی که اعتماد به نفس نداره، یک زنی که ترسوی از همه میترسیده. یک روز را با مرضیه زیرکی سپری میکنیم و فعالیت‌هایش را بازتاب میدهیم. فعالیت‌هایی که در واقع تابو شکنی پنداشته می شود و راه را برای سهمگیری بیشتر زنان در جامعه باز خواهد کرد. یک کاری هست که هیچ کس نمیپسنده، چون کار مردانه است و صبح تا شب با مردا درگیر و توی خانواده، توی فامیل یک شغلی هست که کسی قبول نداره و برای من که ارزش داره. این دختر افغان در سالهای اول مهاجرت به اروپا مشکلات چون انزوا، نگرانی و بیکاری را تجربه کرد و سرانجام با عزم قاطع به این شغل آغاز کرده است. خیلی واقعا سختی زیادی کشیدم. شده بودم یک زنی که اعتماد به نفس نداره، یک زنی که ترسوی از همه میترسیده. تا چندین سال من همینجوری بودم، یک زنی بودم که نمیدونستم باید واقعا چی کار کنم، کجا برم، کار کنم نکنم، یا که مثلا بشینم گوشه خانه فقط بچه ما بزرگ کنم بدون هدف، بدون آینده. مرضیه زیرکی به واکنش‌های تعجب برانگیز مردم اشاره می‌کند که به ویژه فعالیت زنان افغان در این عرصه را غیر قابل باور می‌دانند. بیشتر جاها که ما رو اول میپرسه از کجا هستیم، بعد وقتی میگم من از افغانستان هستم اصلا تعجب میکنن، میگن مگه میشه یک دختر افغانی بلند شه بیاد این کارای ساختمون؟ یا اولا که باور نمیکنن، بعد که بهشون میگم خب ما هم میتونیم این کارا رو انجام بدیم، ولی خود دما فرصت داده نشده. دما از اول فرصت داده نشده، وگرنه اگه فرصت داده میشد خب این چیزا یک چیز عادی بود بین ما. کار در بخش ساخت و ساز شغلی است که مردانه تلقی می شود. نه تنها در افغانستان بلکه در اکثر کشورها بیشتر مردان در بخش ساخت و ساز کار می کنند. در جامعه افغانستان حتی بسیاری خانواده‌ها کار اعضای زن خانواده در این بخش را به دیده منفی می بینند. اما حمایت مردان می تواند راه را بیشتر از پیش برای پیشرفت زنان هموار کند. پیام به آقایان دیگه است که واقعا بذارن خانم‌های خودم، خواهرای خود را همون کار، همون شغلی که خودشان دوست دارن انتخاب کنن، نه اینکه مثلا چیزی که مثلا خودشان میپذیرن. وقتی که آدم در دست انتخاب خود مثلا خانم‌ها خواهرای خود بذاریم، اونها یک قهرمان هستن، مثلا میتونن خیلی کارا رو مثلا بهتر از ما انجام بدن و کار خوب انجام کنن. تفاوت زن و مرد که معلومه، زنها کلا صادق‌تر، تمیز کار میکنه در کار، همه‌شون سوفل لزیکن، بالخصوص الانی که کار میکنه واقعا کارش خیلی تمیزه. مرضیه زیرکی دوش شوهرش امیر کار میکند. امیر میگوید که به همسرش به یک دید کاملا متفاوت نگاه میکند. حمایت که با واقعا حمایت 100% میکنم، چون مرضیه خانم زیرکی برای من قهرمان است. واقعاش با وقتی که مثلا فهمیدم دیدم که مثلا همچین کار انجام میده، موهای بدن مسیح شد، چون خود من تقریبا 8 سال 9 سال میشه کار انجام میدم، یعنی خیلی کار سختی است. آن سوی دیگر کار در بخش ساختمان آنقدر هم سهل نیست. مشکلاتشه که واقعا سنگین کاری است و آدم باید انقدری که انرژی داشته باشه که بتونه یک وزنای 25 کیلو دبالی رو بردارن، 25 کیلو رو اینا رو. ولی خب وقتی که آدم خودش هدف داشته باشه و بفهمه که برای چی نزدیک کار آمده، نه به خاطر پول، به نظر من میتونه هر کار رو انجام بده. قدرتش یعنی بیشتر میشه. این خانم افغان شغل‌های متعدد را در سالهای گذشته تجربه کرده، اما بیشترشان را جالب نیافته است. چند سال پیش چند ماه آرایشگاه کار کردم، ولی خب در اونجا زیاد راحت نبودم، چون یک کاری بود که کلا مال زنا بود و هم قبول داشتش. بعد رفتم رنگکاری، یک چند ماه اونجا امتحان کردم. بعد چون داخل رنگکاری هم زیاد زنا بود، اونجا هم زیاد راحت نبودم، تا یکی کفسازی زمین و پارکت دیگه پیدا کردم، شروع کردم در. علی احمدی رئیس شرکتی که در آن مرضیه کار می‌کند، پس از سپری کردن وضعیت بلا تکلیفی چند ساله، سرانجام توانست که این شرکت را بنیانگذاری کند. یکی از اهداف علی حمایت از زنان است. هدف من همین بود که لیر کنم بر خود شرکت بزنم، ولی موفقم شدم، آخرم زدم بر خود. الان 8 سال خدا رو شکر فهمیدی شرکت دارم بر خود. بالخصوص بر خانم‌ها واقعا الان اگه کسایی که پیش من لیر شروع کنند، مثلا اگه خانم باشد، اینا میتونن فهمیدید به عین خود مدارک به عین باید داشته باشد. مرضیه در زمان در سوئیس پا به شغل عمدتاً مردانه می‌گذارد که زنان زادگاهش در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود مانند آموزش و گشت و گذار آزادانه محرومند. او امیدوار است که روز زنان در افغانستان نیز بتوانند آموزش ببینند و به کسب و کار مورد علاقه خود بپردازند.